الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تعالی را سپاسگزار هستیم که برای ما توفیق داد تا در برنامه دیگر از برنامه راهنمود سنت به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار داشته باشیم. بینندگان عزیز و گرامی، بحث ما در مورد تبرک هست و پیرامون تبرک مشروع ان شاء الله صحبت می کنیم. در برنامه گذشته پیرامون برکات و فواید دنیوی ذکر که نوع تبرک به آن جسته می شود صحبت نمودیم. حالا می خواهیم در مورد فواید اخروی ذکر بعضی از نکاتی را به خدمت بینندگان عزیز بیان بکنیم. البته نمیگوییم که کل مطالب را در این مورد می شود بیان کرد، ولی به صورت خلاصه بعضی از مطالب را ان شاء الله که به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان می کنیم. ذکر همچنان که در دنیا دارای فواید و دارای خیر و برکت هست، در آخرت نیز به درد انسان می خورد و فایده برای انسان دارد و مفید برای انسان واقع می شود. یکی از فواید ذکر که در واقع می توان به آن اشاره کرد این است که ذکر موجبات رحمت پروردگار سبحانه و تعالی و اجر و پاداش را از جانب الله تعالی برای انسان جلب می کند. وقتی انسان ذکر الله را می کند، الله جل جلاله او را می بخشد و در واقع برای این انسان اجر و پاداش فراوانی را الله سبحانه و تعالی نصیب می کند. همچنان که در حدیثی که در صحیح بخاری آمده، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی که روزانه 100 بار این ورد را بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کس 100 بار این را روزانه بگوید، به اندازه آزاد ساختن 10 برده یعنی 10 غلام را آزاد بکنه، الله تعالی به او ثواب میدهد. اجر و پاداش را ببینیم که انسان توسط ذکر پروردگار برای خود جلب میکنه. این خیر، این برکت، این تبرک جستن با این ذکر که انسان توسط این ذکر طلب خیر میکنه برای خودش. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه میفرمایند 100 حسنه برایش نوشته میشه و 100 گناه از گناهانش پاک میشه. کسی که این ذکر را میگوید، الله تعالی برایش اینقدر خیر و برکت نازل میکند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند آن روز تا شب در برابر شیطان محافظت میشه. این همه برکات در یک ورد و در یک ذکر الله سبحانه و تعالی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه می‌فرمایند هیچ کسی در روز قیامت به برابری او نیست در پاداش و در ثواب مگر فردی که بیشتر از او این ذکر را گفته باشد. این حدیث در صحیح بخاری آمده، شماره 6403. دوباره این ذکر را به خدمت بینندگان عزیز بیان می کنم تا اینکه وقتی پاداشش را دانستن ان شاء الله به این عمل بکنن و تبرک بجویند با این ذکر پروردگار سبحانه و تعالی و با این ورد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. و یکی دیگر از فواید و خوبی های اخروی که در واقع به درد انسان میخورد و باعث بر این می شود که انسان به آرامش برسد و
رحمت پروردگار سبحانه و تعالی را برای خودش جلب کند این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی در این مورد، یعنی در مورد طلب خیر کردن توسط ذکر الله سبحانه و تعالی می‌فرمایند: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكر الله في من عنده. الله سبحانه و تعالی خیر و برکت فراوانی را برای ذاکرین داده، برای کسانی که ذکر الله سبحانه و تعالی را میکنند، برای کسانی که یاد آوری نعمتهای پروردگار را میکنند، برای کسانی که اسما و صفات الهی را در واقع بیان میکنند و آنها را متوجه هستند و در نفس و در وجودشان آن را عملی میکنند و آن را همیشه در ذهنشان و در فکرشان دارند. معنای این حدیث این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ قومی نمی نشینند که ذکر الله سبحانه و تعالی را بکنند مگر اینکه فرشتگان اونها را احاطه میکنند. الا حفتهم الملائکه، فرشتگان این گروه و این جماعتی که برای بیان اسما و صفات الهی و برای ذکر الله سبحانه و تعالی هستند، فرشتگان اینها را احاطه میکنند. فرشتگان بندگان مقرب الله هستند، برای ذاکرین احترام دارند. این ذاکرین احاطه می شوند توسط چی؟ توسط فرشتگان که مقربین درگاه الهی هستند و دارای مقام و فضیلت و مرتبه والایی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی هستند. و این فرشتگان گروهی هستند که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، معصیت الله را نمی کنند و آنها آنچه را که خداوند با آنها بگوید انجام می دهند. آنها مأمورین الله هستند. این فرشتگان احاطه می کنند کی را؟ چی اشخاصی را؟ کدام گروه را؟ آن گروهی که ذکر الله را می گویند، آن گروهی که به یاد الله هستند. و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند و غشیتهم الرحمه، رحمت الله سبحانه و تعالی اینها را فرا می گیرد، رحمت الله اینها را در بر می گیرد، اینها مورد رحمت پروردگار قرار می گیرند. همه ما نیاز داریم به رحمت الله، نیاز داریم به مهربانی الله، به لطف الله سبحانه و تعالی. و این انسانهای ذاکر، انسانهایی که ذکر الله سبحانه و تعالی را می کنند، یاد آوری الله سبحانه و تعالی را می کنند و در وجود آنها بزرگی الله و جلالت الله سبحانه و تعالی وجود دارد، این انسانها مورد رحمت الهی قرار می گیرند. رحمت الله اینها را در بر می گیرد، اینها را فرا می گیرد، احاطه می کند رحمت الله سبحانه و تعالی همچون انسانها را. و نزلت علیهم السکینه، و در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند سکینه و آرامش بر انسانها فرستاده می شود، سکینه و آرامش بر اینها فرود می آید. بر کدام گروه؟ باز هم گروه ذاکرین، کسانی که با ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی وقت خود را سپری می کنند، کسانی که نشست آنها با ذکر الله سبحانه و تعالی هست. و ذکر الله فی من عنده و ذکرهم الله فی من عنده، و الله سبحانه و تعالی اینها را در نزد بندگان مقرب خود، مخلوقات مقرب خود که همانا آنها فرشتگان الله هستند، الله سبحانه و تعالی آنها را یاد آوری می کند و الله به همچون بندگان مباهات و افتخار می کند. یاد آوری الله سبحانه و تعالی در نزد ملائکه یاد آوری افتخار هست، یاد آوری مباهات است. ای ذاکرین، ای بندگان ذاکر الله سبحانه و تعالی، قدر و منزلت خود را بدانید. الله تعالی به شما قدر و منزلت داده، الله سبحانه و تعالی به شما برکت داده. شما توسط این ذکر به همچون مقام و همچون مرتبه می رسید که حتی فرشتگان الهی شما را در بر می گیرند، رحمت الله سبحانه و تعالی فراگیر می شود شما را. و همچنین سکینه و آرامشی که انسانهای مؤمن به آن نیازمندند، الله سبحانه و تعالی بر انسانهای ذاکر
فرود می آورد و همچنین الله تعالی به توی بنده، به توی ذاکر مباهات می کند، افتخار می کند. ای برادرم و ای خواهرم مسلمانم، ذاکر باش، یاد آوری نعمتهای الله را بکن بر خود، همیشه در فکر صفات الله و اسمای الله سبحانه و تعالی باش، الله را بزرگ بدار تا با این مقام و این مرتبه‌ای که الله تعالی برای ذاکرین داده برای تو هم نیز نصیب بکند. البته در اینجا بینندگان گرامی متوجه باشند که حالا گروهی خاص خود را ذاکر میگویند. میگویند ما ذاکر هستیم و همان طریقه خود را هم ذکر میگویند. منظور ما اینها نیستند. بعضا اینها بدعت میکنند در این کارها، خود بدعاتی را انجام میدهند. منظور ما اینها نیستند، بلکه همچنان که ما تعریف کردیم که ذکر به چی معناست، همچنان که گفتیم ذکر یعنی چی، به همان معنا ذکری که قرآن گفته و ذکری که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده. نه این که هر کس بیاید طریقه‌ای بسازد برای خود و ذکری را جدید برای خود بسازد و بعد مردم را دعوت کند و این احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را بخواند و در راه و روش غلط خود استدلال کند. منظور ما اینها نیستند. شاید کسان روزخوانی را هم مثلا ذکر بگویند و این احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیایند و برای خود استدلال کنند. آیا صحیح است؟ نه خیر. آنگونه ای که الله گفته و آنگونه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند، همان منظور ما همان ذکر است و منظور این احادیث هم و آیات هم که در این مورد خواندیم همین است. پس بناهن بینندگان عزیز و گرامی معنای ذکر را دقیق بفهمید و ذاکر باشید تا این که مورد رحمت پروردگار سبحانه و تعالی قرار بگیرید. و همچنین قرآن عظیم الشان دارای برکت هست، دارای خیر هست. تلاوت قرآن برای انسان برکت میرساند و ذات قرآن در واقع با برکت هست که ما در این مورد هم ان شاء الله به خدمت بینندگان عزیز بعد از میان برنامه مطالب را بیان خواهیم کرد در مورد اینکه قرآن عظیم الشان دارای خیر و برکت می باشد. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، بله بحث ما در مورد تبرک است. در مورد این که گفتیم قرآن عظیم الشان دارای برکت هست و می شود با آیات قرآن عظیم الشان تبرک جست. البته طلب خیر کرد. طلب خیر همراه تلاوت قرآن عظیم الشان می شود نمود. اول اینکه باید بینندگان عزیز و گرامی، هم از برادر و خواهرم، این را بدانید که قرآن خودش با برکت هست. ذاتاً قرآن عظیم الشان با برکت هست. الله سبحانه و تعالی برای ما این گونه گفته. الله جل جلاله در سوره مبارکه انعام آیت 92 می فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک، و این قرآن کتابی است که الله تعالی می فرماید ما آن را فرو فرستادیم پر خیر و برکت هست. این قرآن خودش پر خیر و برکت هست. این که انسان به این قرآن عظیم الشان عمل می کند چقدر خیر برای انسان می رسد، چقدر برکت به انسان می رسد. این قرآن سراسر خیر است، چون راههای خیر را برای انسان نشان داده، راههای خیر را برای انسان مشخص کرده و راههای بد را نیز مشخص کرده. این راه خوب است، حرکت کن. این راه بد است، باز آی، نرو.
این قرآن عظیم الشان کتابی است که الله سبحانه و تعالی آن را کتاب مبارک معرفی کرده. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره انعام، باز هم سوره انعام آیت 155 می‌فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. الله تعالی می‌فرماید این قرآن کتابی است که ما آن را نازل کردیم پر خیر و برکت. فاتبعوه، ای انسانی که دنبال برکت هستی، ای انسانی که دنبال خیر هستی، متابعت بکن از قرآن. قرآن را در زندگی خود پیاده بکن. اگر واقعا طالب خیر هستی، اگر واقعا میخواهی که خیر و برکت دنیا و آخرت نصیبت شود. این را فهمیدیم که قرآن به ذات خودش برکت دارد و قرآن دارای برکات هست. آیات قرآن در این مورد زیاد است، فقط من به 2 آیه به خدمت بینندگان عزیز بیان کردم و اشاره کردم تا اینکه وقت ما را نگیرد به بحث‌های دیگر بپردازیم. بله بیننده گرامی، قرآن عظیم الشان پر خیر و برکت هست، هم در دنیا و هم در آخرت برای انسان خیر و برکت می‌دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله سبحانه و تعالی توسط این قرآن قوم و گروهی که به قرآن عمل میکنند آنها را رفعت و بلندی میدهد، عزت میدهد، مرتبه میدهد. توسط این قرآن، با عمل به قرآن، الله تعالی اونها را عزت میدهد. چرا مسلمان ها امروز خارند؟ بخش دیگر حدیث جواب میدهد. بخش دیگر حدیث برای ما جواب میدهد که چرا امروز مسلمان ها خارند. و یضع به آخرین، گروه دیگر را قرآن خار میکند. توسط قرآن الله تعالی خار میکند آنها را. چی کسانی که به قرآن عمل نمی کنند. ای مسلمان، به قرآن رجوع بکن اگر میخواهی خیر و برکت برای تو بیاید. اگر میخواهی در زندگی دنیوی و اخروی خود خیر و برکت داشته باشی، به قرآن رجوع بکن، به عمل به قرآن، به تلاوت قرآن، انس با قرآن و مواظب باش. هشدار، اگر این که از قرآن دوری کردی منتظر ذلت و خاری باش، منتظر این باش که عذاب الهی بر سرت فرود خواهد آمد. قرآن عظیم الشان پر خیر و برکت است. قرآن عظیم الشان هم در دنیا برای انسان خیر میدهد و هم در آخرت. خداوند متعال این خصوصیت را در قرآن گذاشته که هر کس به کلام او عمل بکند در زندگی او خیر و برکت می آید. حتی در تلاوت قرآن عظیم الشان رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند در هر حرفی از قرآن که شما تلاوت کنید الله تعالی به شما 10 مزد و 10 پاداش می دهد. می فرمایند من نمی گویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف حرفی است، لام حرفی است و میم حرفی است. ای مسلمان، در یک الف لام میمی که میخوانی الله تعالی برای تو 30 مزد و 30 پاداش میدهد. کدام انسان عاقل است که این همه پاداش و این همه خوبی و این همه برکت را فراموش کند؟ کدام انسان عاقل است که اینها را ترک کند؟ بدون شک انسان عاقل به دنبال خیر و برکت دنیوی و اخروی خود هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند، چون در بعضی از روایات برای بعضی از سور و برای بعضی از سوره های قرآن عظیم الشان خیر و برکت های خصوصی و خاصی بیان شده. مثلا در مورد سوره مبارکه بقره پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اقرأوا سوره البقره فإن اخذها برکه و ترکها حسره. می‌فرمایند شما سوره مبارکه بقره را تلاوت کنید، سوره مبارکه بقره را بخوانید، چرا که در تلاوت سوره مبارکه بقره برای شما برکت فرود می آید، خیر و برکت برای شما می آید. تبرک بجویید با تلاوت این سوره. تبرک به قرآن به همین معناست. توسط عمل به قرآن و تلاوت قرآن تبرک بجویید، شامل خیر و برکاتی بشوید که الله تعالی برای شما میفرستد. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ترک سوره مبارکه بقره حسرت به وجود می آورد برای انسان.
باعث حسرت می شود. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث می فرمایند که شیطان و ساحر در این سوره استطاعت ندارد. یعنی چی؟ یعنی سحر ساحر کار نمی کند. چی قدر برادران و خواهرانی داریم که وقتی به سحر مبتلا می شوند به نزد انسانهای جادوگر می روند. خواهرم، برادرم، این سوره مبارکه بنا به شهادت پیامبر صلی الله علیه و سلم، سوره مبارکه بقره، جن و شیطان را از تو دور می کند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می فرمایند لا تجعلوا بیوتکم مقابر. بعد می فرمایند فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیه سوره البقره. می فرمایند شیطان از خانه‌ای که در او سوره بقره خوانده بشه فرار میکنه شیطان. حدیث اولی که اقرأ سوره البقره، این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 804. و همچنین امام مسلم میگه که مراد از ولا تستطيعها البطله، مراد از بطله میگوید ساحر هست. یعنی ساحر در مقابل سوره مبارکه بقره عاجز هست، ناتوان هست، هیچ کاری کرده نمیتوانه، سحرش باطل میشه. و همچنین حدیث دیگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند فإن الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیه سوره البقره، این حدیث در مسند احمد آمده، حدیث شماره 7821. بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، این فواید دنیوی هست، اما البته پاره از فواید دنیوی، نمیگویم همه فواید دنیوی همین است، حصر نمی کنم آن را، بلکه دارای فواید فراوانی است که وقت برنامه به ما اجازه نمیدهد که در موردش بپردازیم. ای کاش وقت می بود که مفصل در این مورد به خدمت بینندگان عزیز و گرامی موضوعاتی را بیان می کردیم، اما با عرض تأسف که وقت برای ما اجازه نمیدهد. به هر صورت فواید اخروی که در واقع برای تلاوت قرآن انسان میتواند برای خودش جلب بکند، از جمله این است که انسان مورد رحمت پروردگار سبحانه و تعالی قرار میگیرد و سکینه و آرامش بر گروهی نازل می شود که آنها قرآن عظیم الشان را در میان خود درس میدهند و میخوانند و جلسه قرآنی میگذارند و جلسه تفسیر میگذارند. اینها در یک جلسه می نشینند قرآن عظیم الشان تلاوت می کنند، در یک جلسه می نشینند آنچه که مفاهیم قرآن هست برای هم دیگر می گویند. در این جلسه رحمت و شفقت پروردگار و سکینه و آرامش فرستاده می شود، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه و ذکرهم الله فی من عنده. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند گروهی که در بیتی از بیوت الله، در مسجدی از مساجد الله جمع می شوند و قرآن عظیم الشان را تلاوت می کنند یا مجلس قرآنی می گذارند، مجلس قرآنی می گذارند و گروهی می نشینند در جای و تلاوت قرآن می کنند، مفاهیم قرآن را در میان همدیگر گفتگو می کنند، مذاکره می کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند این گروه کسانی هستند که الله تعالی بر ایشان سکینه و آرامش را می فرسته، همچنان که در باب فضیلت ذکر و فواید اخروی ذکر این موضوع را مطرح کردیم و توضیح دادیم. و رحمت خداوند جل جلاله اینها را فرا میگیرد و فرشتگان الهی گرداگرد اینها را میگیرند و خداوند متعال در آسمان ها، در نزد ملائکه، در نزد فرشتگان و بندگان مقرب خود، الله سبحانه و تعالی ذکر و یاد اینها را میکند از روی مباهات و افتخار. این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 2699. این در مورد فواید اخروی در واقع قرآن عظیم الشان هست که به درد آخرت انسان میخورد، به درد معنویت انسان میخورد. وقتی انسان مورد رحمت الله قرار بگیرد، وقتی انسان کسی بشود که در آسمان ها ذکر و یاد او بشود، این انسان در واقع مقرب درگاه الله سبحانه و تعالی می شود. اما در مورد تبرک به قرآن
یک عده از انسان ها استفاده سو میکنن از این موضوع. وقتی ما میگوییم تبرک به قرآن، بعضی ها متاسفانه تبرک های بدعی دارن، تبرک های غلط و اشتباه دارن. مثلا اینکه شخصی آیات قرآن عظیم الشان را می نویسد و به دروازه دکان خود میزند، روی دیوار خانه خود میزند، مثلا به روی شیشه ماشین خود می نویسد، آینه ماشین خود می نویسد، یا داخل ماشین خود آن را آویزان می کند. اینها تبرک در واقع بدعی هست و حتی گاهن اهانت می شود با آیات قرآن عظیم الشان توسط این لوحه هایی که نوشته می شود، کاغذ هایی که نوشته می شود و در دیوار زده می شود برای تبرک با آیات قرآن عظیم الشان. یا این که بعضا در بعضی از مناطق وجود دارد که مثلا شخص این گونه به قرآن عظیم الشان تبرک می جوید که وقتی عروس و دامادی که مبنای مجلس آنها و مبنای ازدواج آنها بر معصیت گذاشته شده، با موسیقی گذاشته شده، با اسراف گذاشته شده، که ان شاء الله اگر فرصتی بود ما پیرامون مشکلات عروسی ها ان شاء الله اشاره خواهیم کرد به این موضوعات، اگر الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده و زندگی برای ما باقی باشه. اما این که در بعضی از مناطق میگیرن قرآن عظیم الشان را بلند میگیرن، عروس و داماد را از زیر آن تیر میکنن و عروس و داماد از زیر آن میگذرن، یا این که مسافر از زیر قرآن آن را تیر میکنند و میگذرانند، این نوع توسل ها به قرآن عظیم الشان در قرآن نیامده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها اشاره نشده. بنابراین ما وقتی که میخواهیم طلب خیر بکنیم به قرآن عظیم الشان، به این معنی نیست که قرآن عظیم الشان را 7 گوش بکنیم داخل خانه بگذاریم و بعد بگیم که داخل خانه ما جن نیاید، داخل خانه شیطان نشه، خانه ما در حفظ باشه، این گونه و این گونه. اینها در واقع گونه صحیح و طریقه صحیح تبرک به قرآن عظیم الشان نیست، بلکه باید طریقه صحیح تبرک به قرآن عظیم الشان را یاد بگیریم. امیدوار هستم که عزیزان بیننده استفاده کرده باشند. عزیزان بیننده، چون وقت برنامه ما به اتمام رسیده، در این بخش از برنامه همه شما را به الله تعالی میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. تا برنامه بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.